سلام علیکم داملای شیرین سخن حاجی میرزا. بعداً میخواستم با این سوالی من پاسخ عمیق میدادید. آیا با دختری بدخشانی ازدواج کردن ممکن است یا نه؟ از نقطه نظر اسلامی جایز است؟ اگر دختری بدخشانی ایمان داشته باشد، اسلام داشته باشد، جایز می شود. اگر دختری عرب به ایمان باشد، گرفتنش جایز نمی شود. یعنی همه وقت اسلام شرط است. اگر مسلمان باشد، نه بس وای دختری روس است، وای دختری بدخشانی است، وای دختری کسی نباشد، جایز است. اگر دختری تاجیک ایمانی بر خدا نداشته باشد، وای گرفتنش جایز نیست. در اسلام ملت شرط نیست، نسب شرط نیست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. بزرگترین شما پروردگار میگوید در نزد من نفری هست که از خدا میترسد، نابسته در کدام ملت نباشد. همه ملت برای ما و شما حلال و درست است، با شرطی که از خدا میترسیدگی باشد، ایمانی بر خدا و ایمانی به رسالت پیغمبر داشته باشد. صحیح است، نکاش باکی ندارد، با ملت کاری ندارد. اسلامی شما به شما سوال داده، میخواهم از شما جواب گیرم. در کتاب خواندم که باید در وقت طهارت کردن رو به قبله نشسته طهارت نمایی. ما در خانه آشیانه‌دار زندگی میکنیم، شرایط رو به قبله نشستن نداریم، چیکار کنیم؟ باز بر زمین این مادر 3 فرزند هستم. 10 سال شد زندگی ام را از شوهر نه خوراک نه لباس ندیده ام. از حساب پدر و مادرم زندگی ام را پیش برده ایستادم و بالای همه این باز از همون داروهای سفید میکشد. دیگر حاجت زندگی کردن ندارم، میخوام از او طلاق گیرم. راضی نیست، چی کار کنم؟ رازگی وای در کارم نیست. خب آدم گیرین کش و آدم عرق نوش چی رازگی دارد؟ او رازگی وای لازم هم نیست، وای در قطار آدم ها هم نیست. آخه وای آدم نشمارین شما. صورتت را چی کنم گرچه نداری سیرتی؟ کس به یک جو نخرد این صورتی بی سیرتی. او یک جو قدر ندارد. و شما میتونین با طریق اولا رفته از مفتیات فتوا شگیرین، میدهد برای شما فتوا میدهد. برای با گیرین کش چگونه تو زندگی میکنی؟ نمیشود زندگی کردن. شوهر وظیفه همین است که از خوراک و از پوشاک و از همه تو را تأمین کند. وقتی همه زندگی تو از جانب خاندانت باشد، اون برای تو یک تیار اخر است، چیکارش میکنی؟ باید جوابش که رود دیگر. لیکن برای طهارت کردن هر جانبی که برای تو موافق است، همون جانب طهارت کن، طهارت صحیح میشه. هر جانبی که برای شما موافق میآید، همون طرف البته موافق است. بسیار افسوس است، بسیار جوانها اینقدر پیشروی ها شده است، اینقدر بهبودی ها خدا را شکر در این جمهوری ما پیدا شده است. با بزم این کشیدن دارو، خوردن عرق و دیگر آیا حیات برای همین است؟ زندگی مخصوص بهر بندگی، زندگی بی بندگی شرمندگی است. در خوجند همون داملهاش قطعی من صحبت کردم، میگوید که همون پیشوامون فتوا برآورد که اگر کسی که در حالتی همون گروین کشیدن از دنیا میگذرد و یا جنازه نمیکنند. همون ملاش برای من گفت، اون بی نهایت فتوای بهترین برآورده. کاش که همین فتوا هم در همینجا عمل کنه. آخه اونا جنازه چی دارن؟ اصلش اگر گیری، آخه انسان یک حلال مردن دارد، یک پاکیزه مردن دارد. آخه وقتی در حالت گیرین کشیدن از دنیا میگذری، در حالت زنا از دنیا میگذری، در حالت عرق نوشی از دنیا میگذری، آخه ایمان در وجود تو دیگر وجود ندارد. آخه نیست. اگر تمام مولوی های دنیا که آمده تر جنازه کنن، خداوند بالای تو البته به البته عذابش جاری میکنه برای نافرمانی کردنت. داملای عزیز، من در دانشکده عالی میخوانم، در ساعت نماز جمعه امتحان باشد چیکار کنم؟ در حالت حتی ما برای همه شما جوانها گفتیم که حتی شما در مکتبهایی که میخوانید روز جمعه، شما برای نماز جمعه مکتبها را ترک نکنید.
شما درس هاتون خوانین، پر کنین. آمده در خانه خلیفه جمعه که پیشین است، شما پیشین هاتون خوانین. این البته به البته بهتر و خوبتر است. اگر امتحان باشد این باز با طریق اولا عذر هست در شما. امتحان هاتون سپارین و آمده پیشین هاتون در خانه خوانین. یکی ما این قدر مثال در باب مکتب، در باب مثال تبلیغ جوانها به سوی مکتب حرکت ها داریم. باید معلم ها هم برابر ما در همون دخترها و جوان پسرها باید که با دقت باشند. این سخنهای من ترس از معلم ها نیست که من میترسیده باشم از معلم ها، برای که در پیش معلم ها خوب شم و همین سخنها را من مثال از پیش خود میگفته باشم. این سببش ترس نیست، بلکه این یک احترام همین جامعه هست، احترام همین جمهوری است، احترام جوان ها هست، یک پیشرفت در همین جمهوری ما و شما میشیدگی است. چگونه ای که از رئیس جمهور برآمدهاش بهترین برآمدها را کردن، چه نسبت معارف و چه نسبت تعلیم ها. باید معلم ها وقتی هم دخترها را که میبینن در حالت خیلی ناخوب، همونها را باید که تعلیم کنن، گوین خواهر با این لباسی که تو آمدی ممکن نیست لباس. باید اونها هم معلم ها الحمدلله مسلمان هم که آخر اونها هم باید جوانها را تربیه کنن. اونها باید هیچگاه مثال برای زید مسجد و یا برای نماز خواندن اونها را تبلیغ نکنن، مثال زید مسجد و زید نماز تبلیغ نکنن. این حالت در انشاءالله جوانهای ما و شما خیلی پیشرفت پیدا میکنن. علیکم داملا حاجی مرزا، من یک سوال دارم. در حالت در روسیه کار کردن در مهلت 1 یا 2 سال نآیم، لیکن رزق و روزی زن و فرزندم را راعی کنم. آنها با همراهی پدر و مادر و برادران می باشند. میدانی که حال آنها خوب است. در مسلمانی چهل می شود که می گویند که 6 ماه پس باید بیایی و ما ساده کرده فهمانید. با احترام مخلصی دائمی شما. این البته از روزی که ما و شما زن نکاح کرده که گرفتیم، وظیفه همه ما و شما الکی فرض می شود نفقه زنهامون، چه از فرزندهامون نفقهشون فرض می شود. لیکن در این مملکت های دوردستی که سال آنها آمدن نمی توانند، اگر از همون نان و آب و لباس و پول اگر زن و کودکاشون تأمین کنن، این حالت عذر است. یعنی اینها در نزد خداوند مؤاخذه نمی شوند، عذاب داده نمی شوند. لیکن اگر ذره شرایط باشد برای آمدن بعد 1 سال یا بعد 1.5 سال یا بعد 2 سال، باید که آمده از حال زنها با خبر گیرند. یعنی با یک لباسی او را تأمین کردن، با یک شکمی او را سیر کردن، این وظیفه ما تا حال انجام نیافته است. اون زنها البته مثال شوهرشان میفارد، اونها را از شوهرها باید که منفعت گیرند. این طرفشان باید که البته جوانها فکر کنند. چگونه ای که مثال همون جوان با تقوایی که در همون روسیه میگردد و خیلی در حالتهای وزنین خودش را مثال قپیده می ایستد، تصور کرد که این زن هم در همین حالت وزنین است. باید که از حال زنها خبر گیرند. 1 سال بعد است، 2 سال بعد است، انشاءالله این باز نیکتر و این ثوابتر می شود. السلام علیکم داملای عزیز حاجی مرزا، من یکی از مخلصان دائمی شما می باشم و به دعا و مصلحت شما احتیاج دارم. پسرم را 2 ماه پیش خانه‌دار کردم و تا حال با زنش خانه‌داری کردن نمی تواند. میگویم بستگی هست. از شما یک دعا و از قوم آمین. انشاءالله امیدی شفا از خدای متعال دارم. با احترام مخلصی شما. یعنی این بهترین صورت شمین است که همون برادرایی که دعاخوان هستند دعاهای از سوره های قرآن میخوانند، این گونه جوانها را باید که اونها خوانند. یعنی دعوت کنین پیش ما بیایید، ما شما را توصیه میدهیم. اینها را رفته خواندن در کار، این جین است. انشاءالله بعد خواندن و دور میشود، باز این
جوان خانه‌داریش کردن میگیره. خدای مهربان این جوان از این مشکلات خلاص بگردانی و زندگی شیرین و با لذت خدای مهربان نصیب و روزیش بگردانی. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اکای حاجی میرزا، من از سخن شما از دنیا با خبر شدم و از شما میخواهم یک چند سوال را جواب دهید. مادر من با حضرت امیر جان قسم خورد که خانه اپام نمی رود، ولی پشیمان شده است، میخواهد که برود. چیکار کند؟ هیچی، رفتن میگیرد. و قسم خوردن حضرت امیر جان هیچی واقع نمی شود، گناهگار می شود و خلاص. قسم خوردن فقط به خداست. کسی قسم میخورد والله بالله تالله به خدا قسم، اون قسم کفارت دارد. در غیر پروردگار کسی قسم میخورد و شرکی به خدا آورده است و یا پروردگار این گناه را نمیبخشد. به حضرت امیر جان قسم خوردن، به حضرت سلطان قسم خوردن، به نان قسم خوردن، به شیر قسم خوردن، اینها قسم نیستند. در اینها شما گناهگار میشوید. اینا را چی زیارت های نادرست داشتین که باز مورد قسم قرارشان میتین. اینا قطع قسم نخورین. قسم هم خورده باشد این قسم زدن نشده است، فقط در نزد پروردگار گناهگار شده است. بعد این گناهگار شیلگیش کاری نیک کند، خیر احسان کند تا که خدا از این گناهش درگذرد، توبه کند به سوی پروردگار از این قسم نادرستی خوردگیش و خانه همون اپد رفتن گیرد، فرزندش میشود. دوم، به جای دعای قنوت 3 مرتبه سوره اخلاص بخوانی. اگر دعای قنوت ندانی روا هست یا نه، بهترینش همین است که در جای دعای قنوت شما دعاهای آیتهای قرآن خوانید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. یک بار همین خوانید بس است. در فتوا هم همین میگوید که دعاهای قرآنی را خوانید، لیکن کوشش کنین که همین دعای قنوت از زیاد کنین. همه گپی به معنی را زیاد کرده تو نیستین. همین دعای قنوت چی است؟ سوم، دعای بعد اذان نمیداند، میگن سوره فاتحه بخوانی میشود. من ندیدم سوره فاتحه را در جای دعای اذان خواندن، لیکن بهترین صورتش همین است که شما دعای اذان خود چه از یاد کنید. کسی این دعای اذان اگر از یاد میکند و میخواند، این حالا در رسول اکرم گفتن واجب شد بر گردن من که این بنده را در روز قیامت ما شفاعت کنیم. کسی اگر دعای اذان از یاد میکند. چهارم میگویند که بالای کرپچه نماز خواندن مکروه است. مکروه نیست، بالای کرپچه با بهتر است. بالای کرپچه دخوانید، جای مکروه نیست. اگر با شرطی که همون کرپچه تون نمازی باشد، تازه باشد، با که ندارد. بالای کرپچه چی جای نادرست است؟ در بسیاری مسجدات همون زیر پا بی نهایت خنک است، کرپچه ها را جمع کرده گرفتند. بگذار در بالای کرپچه مردم نشیند، چی جای گناهش است؟ اکای حاجی میرزا، از شما خواهش میکنم که در حق من دعا کنید که خداوند علم اساسی را بر من نصیب گرداند. نه خدای مهربان، دعا میکنیم که این برادرهایی که برای ما سوال ارسال کردن با سبب شنیدن چندین نفرها شد، خدایا این برادرهای اسلامی را عمر دراز و تنی صحت و خاطر جمع نصیب شان بگردانی و این مادری که الحال جنازش میخوانیم، خدایا راحش سفید کلمه طیبه و شهادت بر زبانش خدای مهربان رانده بگرداند و اهل جماعت ما را خدایا از جمیع آفتها بیماریها در حفظ امان خدا نگه بداریم. آمین یا رب العالمین. اینجا یک چند نفر نامه‌هاش را میخوانیم، در حقشان دعا کنیم. برادرمون حاجی قاسم که همین مسجد ما دائم نماز میخوانند، 200 سامانی آورده دادن. یک برادر دیگر من 300 کیلو سیمنت آوردن. برادرها عبدالفیاض از قرغان تپه 60 سامانی 20 دلار آورده دادن. یک برادر عبدالکریم دیروز 65 سامانی دادن و جیان خان که جان میگفتن از
چشمه جوشان است مومن آباد. مادرشان بیمار بوده است، یک در همین مسجد روان کرده است، یک در دیگرش بختیار دو در حاجی دولت روان کرده است. بسیار درهای خوب روان کردن که در حق مادرم دعا کنی که بیمار است. و مادرمان گفتن برادر ما استاد سلطان از همین محله تیریزه های آشیانه یکم همش انجام دادن. برادر حاجی تیلا که یک تروبه کلام برای همین مسجد آوردن. این کارگرهای حاجی خال و فقه شیرالی و مختار و دیگرهایی که در این گذاشتن آهنهای بالای همین مسجد خدمت کردند. برادرمان ظفر از مسائل ساختمانی همون طرفی پشدره است هم بالا، اونم بیچاره چند خدمت‌های زیاد کردن. بابای حاجی شاهین که خدمتش بیشمار است، زنشون بیمار هستن، در حقش دعا میکنیم. و صندوق خیریه که روز عید یک مقدار پول افتیده بود برای مسجد بابای ملا حیدر جداش کردن، اون آدم در حقشون دعا میکنیم. و یک برادرمان سید اسلام از مومن آباد $200 ارحال دادن که در همین مسجد صرف کنین. خدای مهربان این خیر احسانها را به درگاهش مقبول بگرداند، دولتشون خدای مهربان زیاده بگرداند و خدای مهربان بنا کردن مسجد که هدیه‌اش حبیبی خدا بشارت دادن که جنت است برای این بنده هایی که در این کار خیر دست درازی میکنن. خدای مهربان اون جنت بر این بنده های نصیب بگردانی. یک آمین یا رب العالمین.